قاعده 19 چی است که معنای الوهیت را در لغت و اصطلاح بفهمیم. اون روز ما و شما خواندیم، نه باز میگم براتون. اله در لغت چی را میگن؟ اله در لغت به معنای معبود است و در اصطلاح کسی که دو خصوصیت داشته باشه. چند خصوصیت؟ ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه. هر کسی را که قانون سر تطبیق کردی او را اله خود گرفتی. فهمیدی یا نه؟ بعضی کسا الهشان پارلمان است، او برشان قانون تعیین میکنه. بعضی کساس الهشان سازمان ملل متحد است. بعضی کساس که الهشان مارکس است، مارکس برشان خوب و زشت و ارزش ها را تعیین میکنه. پس هر کسی ذات هر کسی را عبادت کردی و شریعت و قانون هر کسی اطاعت کردی، اونمو چی شد؟ معبود تو شد. این الوهیت از می گرفته شده است. خب قاعده 20 معنای کلمه طیبه را به طور دقیق بفهمیم. معنای کلمه را روزگار ما و شما خواندیم، نه؟ لا اله چه قسم میگیم؟ لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. و عبادت الله را، عبادت ذات الله را و اطاعت از شریعت الله را به طریقی کی میکنیم؟ محمد رسول الله. این معنای کلمه را بسیار دقیق باید بفهمیم. بسیاری کسا معنای کلمه را نمیفهمند. معنای کلمه چی هست؟ لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانون شریعتش تطبیق شوه، نیست هیچ کس مستحق ازی الا الله، بغیر از الله. اول باید معبودای باطل چی کنی؟ نفی کنی، بگی که هیچ کس مستحق ازی نیست الا الله، بغیر از الله. آل عبادت ذات الله را و تطبیق شریعت الله را به طریقی کی بکنیم؟ خود کلمه میگه به طریقی کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس از معنای دقیق کلمه طیبه. وقتی که کلمه طیبه را میخوانیم